تو گپی را گفتی مرا تکان دادی که او در زادایم رفته بود و مردم ها رفته بود. والا مولوی صاحب تو میرفتم بخی قسم یعنی بسیار خوش شدم، گفتم برو خوب شد می کمی و چیزام پورا شد دیگه ان شاء الله. یک سخن باید متوجه باشه قبل از اینکه هر عبادتی الله متعال انجام داده میشه، از اینکه ما مسلمان هستیم و همیشه معتقد بایستیم که عبادت خاص برای الله متعال می باشه. الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. مامور کرده نشده بودن اینمی اقوام سابقه که مسلمانان بودن، یعنی امتهای دیگه، مگر به این مامور شده بودن که عبادت یک الله را بکنه و نظام کلیش خالص برای الله بگردانه. از امو خاطر ما مامور شدیم، ما به می مامور شدیم که عبادت خاص برای الله متعال بسازیم. اگر او نماز است، اگر روزه است، اگر حج است. یکی از جمله دسایس شیطان امیسته که یک تعداد مردم ما شیطان میگیره امی عبادت عظیمش برباد و هلاک میسازه و امی نظر در پیش خود میگیره که من میرم مردم برای ماجیسه بگویه، یا من میرم به خاطری که او در زادا رفته، یا من میرم که باش کشوفشم بالا شوه. این عبادت به نزد الله متعال مقبول نیست. حضرت عمر رضی الله عنه حدیثش است و اکثر محدثین امی حدیث در اول کتابای خدا میاره به این خاطر که نیت صحیح شود. وقتی که یاجی میخواه که قبول شود نیتش خوب است، در نیت خود بگه که آن چیزی که در قرآن و سنت است او را تطبیق میکنم و آن چیزی که بدعت است، ناروا است، غلط است، مردم ها کشیدن از دل خود، او را من نمیکنم و آن چی بد اخلاقی است او را من نمیکنم و آن چی که رواج است، چیزهای رواج است، آجی باید در می اول نیت بکنه که الهی من در نیت می است که من خودسازی نمیکنم، من خودسازی نمیکنم، من کسی را نمیمانم که در زیر پای من گاو و گوسفند حلال کنم، ما کسی را نمیمانم بت پرستا و زیر پای انسان بت پرستا زیر پایش بت میرفتن مرغ حلال میکردن. حال ما و شما عروس ها را زیر پای عروس مرغ حلال میکنیم، با خون از رو بت پرستا در پای بت میزدن، ما در پای عروس میزدیم. ما این کارا میکنیم منتها با سیستم جدید. یا زیر پای حاجی گوسفند حلال میکنن، با خون از رو در تایر موتر حاجی سه بزنن. ما این کارا را نمیمانم. اگر کدام تسبیح، کدام گلاس آب زمزم، کدام توفه پیسه داشتم برای یگان دوست خود گرفتم، خوب. اما اینه که اوهو بیادر ما طلا آوردم، ما باید برای هر زن بیادر یک دانه انگشتر رو در گرامه بیارم. اگر نه باز کمه، اگر نه باز کمه. انسان مسلم من تواضع لله رفعه الله، کسی که به خاطر الله تواضع کرد خدا رتبهش بلند میبره، رتبه پیش خداوند بالا بر. والا من حج رفتم صاحب، من زیاد نمیخوایم این کارا رو بکنم، نه گوسفند دارم که زیر پای حلال کنم، نمیمانم که حلال بکنم، نه موقع جای نمازایی دارم که برم جای نمازا. اگر داشتم کدام داره تسبیح، کدام توفه، کدام سیدی اسلامی، کدام کتاب اسلامی، کدام چیزی که برای کس آب زمزم چیزی داده تانستم خوب، نتانستم برادرها براتان بهترین توفه را دادیم. چی توفه را دادیم؟ دست خدا بالا کردیم که الهی در اینجا آجا کلگی به دربار تو آمده، مثل میدان حشر است، لباس کفن پوشیدیم. الهی دعا کردم که الهی مردم ما را از این اسارت غلامی نجات بده. عمر رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به امر عظیم اشاره میکنه که اعتبار هر عمل به اعتبار نیت است. یعنی نیت اگر درست باشه، از همون خاطر در اینجا دو موضوع خیلی مورد نظر است. یکی است که خالص کردن عمل، یکی است که برای ذاتی که تو عمل انجام میدی او را باید خاص بسازیم. یعنی یکی تمیز عبادت است از عادت و یکی تمیز معبود است از غیر معبود. از همون خاطر امی عبادت توسط نیت مشخص میشه. یک عمل که انجام میدی اگر تو نیت کردی که اینی عبادت است برای الله میکنم، این عبادت میشه، از عادت خاص میشه. مثل که یک آدم همونطور در آب خدا میپرته، یک آدم دیگه وضو میکنه. اینی فرق است بین اردو، یکیش عادت است یکیش عبادت است. جنجال برادرم هم امرای میکرد همیشه که زنگ آمد خب بسیار خوشم ماشاءالله فکر از جور بوده، در ساش شریک شده بوده، در از تانی مردمم برآمدیم و چیز باشه دیگه خونم آمد. خیالم برادرم زنگ زد و خیر شما چه کنیم، باز ان شاء الله بهشون زنگ میزنم.
دیشب 6 تا بودم تو خانه فکر میکردم گفتم چی کنم ابی چند روز مانده حج ابی رفتن چند روز دیگه بخیر مانده که یک آدم میگم پاسپورت دیگه گیر کنه برای حالا از حج دیگه شاید یک جمعه یا شاید 8 روز بخیر گوش کنید. الحمدلله که برادرتان شاید این موضوع را شنیده باشه، نیتتان درست بسازید. ما ادامه بدم تمیز معبود از غیر معبود. عملی که انجام میدی برای الله متعال انجام داده شود. اگر تو به این نیتا میری همه همین مشکلات و محنت هدر میره و هیچ الله متعال حج تا قبول نمیسازه. از او خاطر هر مسلمان وقتی که به مصرف میکنه میرفت آمد تکلیف جنجال، بله همینجا دمی حدیث پیامبر علیه السلام دمی گپ اشاره میکنه و انما لكل امرئ ما نوى. برای هر شخص همون چیز که قصد کرده نیت کرده، یعنی اگر امی عبادت خدا برای الله گرفته باشه الله اون قبول میکنه، اگر نه که برای کسی دیگری نعوذ بالله عمل انجام داده باشه او مقبول نیست. پیامبر علیه السلام مثالا هم تشریح میکنه فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. کسی که هجرتش به سوی الله و رسول الله باشه پس هجرتش مقبول است، یعنی معتبر است، به خاطر که هجرتش به خاطر الله بود. و من کانت هجرته الى دنیا، که اگر کسی ترک وطن میکنه برای از اینکه دنیا را حاصل کنه یصیبها برش میرسه، او امرأت یا مقصدش نکاح یک زن است یعنی که حور به نکاح میکنه همون چیزی را که اراده کرده همون چیز برش میرسه. پس کسی اراده دنیا را کرده دنیا برش میرسه، اراده نکاح را کرده نکاح. اما کسی که این نیت کرده که وطن ترک کرده که الله از پیشم خوش شود و خاطر رضای الله حرکت کرده این هجرت مقبول است. ما گفتم چی کنم با می طفلا میانس زید شما خود طفلای دنجیه است ما گفتم میانس زید چی کنم بگیرم زود یک پاسپورت برشن گیر کنم بیارم دوبارم بخیرم هر شب میکنی صبحش یک خبر میگیری نه ما گفتم در می وقت چی است امیالم امکانات هم هست چی کنم امیارم ببریم بیغم شویم ماجی شوند یکم تن تو فامیلی آجی است نه داره بوده مامایمشان نگید بچه را بوده بودن. ولی 3 نفر از سفر یکی است، از یک وطن حرکت کردن، محنت زحمت همه گپا کلشان یکسان کشیده و در منطقی که رسیده فرق تنها دایی کرده که یکیش به نیت ازی رفته که الله خوش شوه الله راضی شوه و نفر دیگه به این نیت رفته که دنیا حاصل کنم، نفر دیگه گفته که زن نکاح بکنم. ما میبینیم که سفر یکی، مدت سفر یکی، محنتا یکی یکسان است در همه امور سفر یا هیچ تفاوتی نداره، اما از یکیش الله متعال قبول میکنه از دیگه نه. من از الله متعال این معتبر نیست که محنت زیاد، تکلیف زیاد، رنج زیاد بکشی. این معتبر است که این نیت خالص بکنی و واقعا همین عبادت خالص برای الله متعال بسازی. این مهم است، خصوصا عبادت حج دایی هم هر دو قسم عبادت انجام میشه، هم عبادت بدنی است هم عبادت مالی است. دایی بسیار مشقت است، ترک وطن میشه، قارب باقی میمونه، آدم مسافر میشه، اونجا تکلیفا را میبینه، پول مصرف میکنه، همه را باید دایی مورد بسیار دقیق باشه که عمل خود خالص برای الله متعال بگردانه. این حالا حج یک عبادت است. وقتی که عبادت است مثلا موجودیت اینمی اطفال موجودیت اطفال این عبادت خراب میکنه، هم اذیت برای ما و شما میشه، نمیتونم عبادت خدا نرمال بکنیم، هم اذیت برای زمون بیاجی ها میشه، اونا هم نمیتونن که نرمال حج خدا بکنن، گریه، کشی، غال مغال، مریضی و او هم گرم است و دیگه سبب اذیت برای این کسایی که حاجیای دیگه کسانن تا در مسجدهای عادی کسی بودن اطفال درست نیست. مثلا من چای که وقت شما جماعت میخوانیم چرا؟ یک نفر در عبادت است و تو مزاحمت میکنی. انشاءالله شما به قناعت کردید. الحمدلله مولی صاحب خوب شد به شما آمدم، باور به الله بکن اگر به من قسم میرفتم هم پولم مصرف میشد، هم وقتم ضایع میشد، هم از کاروبار میماندم و در ضمن الله برای من هیچ شاید اجر و هم پاداش هم نمیداد. دیگه الحمدلله خوب شد که ایره فهمیدم که در هر عبادت نیت یکی از عناصر اصلیش است و انشالله کوشش میکنیم که نیت خود خوب بسازم و انشالله در این سفر
دیگه شما هم انشالله خبر شدیم که شما هم در این سفر همراه ما هستید انشاءالله. دیگه خوب شد الحمدلله. من به خاطر خبر شدم گفت مولوی صاحب میرم گفتم باش که برم اگه شب که باز یک جای در یک سفر برابر شیم دیگه خوب شد که از اینجا ما هدفم دیگه بود که یگان مراسم میارم ما چون بلد نبودم که برای شما این که الحمدلله شما تصحیح و تعلیم یار از اینجا برای ما شروع کردید ان شاء الله. الله شما را اجر بده که مراجعه کردین امروز ما گپایتون شریک کردید. بعد روز اول که چیز میگم مخالفت میکنید. منظور مخالفت نگی خویره اج نبر ما اینمی یگانه آرزی بینیم بود که ما لای من ببرم خودم برم همراه فامیل یک دفعه. بسیار خوب است. هدفت یعنی من میخوام به یک نقطه برسیم. میگم یک گپ قناعت بکن. ما هیچ هدف مخالفت نیست. حالا گپ سر از این است که تو همین کارا را به خاطر رضایت الله میکنی یا به خاطر خواسته های نفس خودت. 3 قسم توحید داریم. توحید ایمان یکتاپرستی الله متعال که از جمله فرایض عقیده ماست. توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است، توحید اسما و صفات است. مهمترین توحید الوهیت است. یعنی هر بنده در عبادت خود الله را خاص بدانه، به الله عبادت انجام بده. او نزاع و مشکلات انبیاء علیهم السلام با قوم خود بینمی توحید بوده. توحید ربوبیت اکثریت میپذیرفتند که الله خالق است، الله مالک است، رزق دهنده است، مرده کننده و زنده کننده الله متعال است. اما مشکل در توحید عبادت بود. با تاسف که امروز اکثر مردمای ما نعوذ بالله عبادت خود خالص برای الله نمیگردانه. تو خبر داری که یعنی شرک اصغر که عبارت از ریاست. ریا امیر میگه که ما یک عمل انجام بدم به این خاطر که مردم مرا ببینه، مردم مرا خوب ببینه. ما خیلی نیت منیم شوق خیلی منیم. پیامبر علیه السلام امت خدا از این بسیار بر حذر داشته که شما از این شرک اصغر خدا نگاه کنید که ریا است. بخیر باشید. این عبادتی تا ان شاء الله بسیار به یک اخلاص و صداقت خاص برای الله متعال عبادت خاص بکنید. شما را دنیا و آخرت جزاکم الله. ما خوش شدیم که همچون شما واره برادرای دوست مخلصی ما مراجعه میکنه، سوال میکنه و باز میپذیره، گوش میگیره به سخن. هم سر مخالفت نیست. اگر باز قناعت حاصل نشد ببر. لکن من میگم مصرف اضافی است. یعنی اذیت دیگران میشه، طفل مریض میشه، اذیت میشه. مثلا طفل تو در اونجا آدم نمیشه طواف میکنی قد خود میگیریش. بیبیاجی نمیره به طواف؟ میره. در اون طواف چند نفر است؟ 3 میلیون نفر است برادران. 3 میلیون. در این 3 میلیون نفر این همون نفرها چسبیدگی میباشن. تو این حال در این لحظه تو میخیزی یک طفل معصوم اونجا اگه زیر پای شوه، اگر این بفته الله متعال خیلی خوب. آن چیزی که ضروریات برای حج است ان شاء الله آماده بکنید. ان شاء الله میره. فکرتان بگیره که اینجا چیزای خیلی نمایشداری گپاره شما در نظر نبگیرید. ان شاء الله چیزی که الف بیزم سفر است باز میشه خودمون میبینیم حرم شریف میبینیم ان شاء الله. الله شما را اجر نظر بده. جزاكم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. سیر خداوند گفته باشه که باز آدم گناهگار میشه که جزاک الله خیرا. ادال اینجا ما ان شاء الله خیلی میکنم. نه ما قناعت حاصل شد. ما راستش هم یگان وقت کارم نماز میخونه طفل اونجا که ششتگی باشه آدم دوباره خطا میشه که الان تو شد تو نشد. یاد مسجد ما دیدیم بازی وقت بازی کسات همین خانم‌ها چرا جماعت سرشان مثل که سر مردا لازم است؟ اگر مرد مثلا به نماز جماعت نره دلس منافقاست. اما بر زن گفته که در خانه خود بخوره نمازش خوبتر است، به خاطر دیگش نسوزه، به خاطر طفلایش گریه نکنه، به خاطر طفلایش است. این یک وقتی که خانم آدم یک عبادت که میکنه باید فکرش آرام باشه، راحت باشه، حداقل در فکر دیگه مردم باشه. باز او خشوع نمیاد دیگه. خشوع نمیاد از یک طرف، دیگه مردم بیچاره خشوع دیگه از بین میبره. مثلا نمیال من در نماز هستم طفل تو چیغ میزنه و خانم تو هم در نماز است و تو هم در نماز هستی او چیغ زده میره، هم نماز تو رو خراب ساخت، هم از مرا، هم از بیبیاجی، هم از کل گیره. درست است ان شاء الله چیز میگیریم. بعد پیش از رفتن یک مقدار پیسه هم که ما به اون چیز کردیم یک کمش باز مدرسه لب شهر که است الله بر اجر بده. مثلا این مدارس است عوض حج اطفال، حتی عوض حجای نقلی که این مردم میدن و اون پیسه از رو که به مدارس اطرا بدن. نه اول مثلا یک نفر میگه من 7 دفعه حج رفتم، میگه من 12 دفعه حج رفتم. اگه این نمیگه 7 دفعه و 12 دفعه خدا حج فرض خدای رو فدا کنه با کماندایش برای مدارس
به مثلا تاسیس و مساجد و دارالایتام ها و انتشارات های اسلامی و کسایی که خدمت دین میکنن برای از اینا کمک بکنن، والله یعنی ما میکنیم که مثلا بهترین یک طفل یتیم بی سواد نمانه، یک طفل یک مثلا یک زن بیوه بی سرپرست نمانه. کل ازی به نفع مثلا اسلام هم است، به نفع مسلمان هم است و دیگه جزاک الله خیر. خوب است یک عادت داری که زود کار میشه، با زود خوب است که وقتی که باید آدم قناعت کنه وقتی که دلیلی ردخت میکنم خیلی بینید یا رب. عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای ماهی عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، یک شب تو را از ما خوی نمی استاد غوث‌الدین که است از پیش از این یک چند پا قرض گرفته بودیم، باز حال دیگه گفتن وقتی کسی حج میره باید دینای خودت چی کنن ادا کنه دیگه. حالا باز من گفتم باش بریم، من کبوت قلم زده هم قرض 1000 رو برش بتم. نه دارم بیشاره من از من چرا رنجیده ای، ای ماهی عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، چرا رنجیده ای، گر من بمیرم در غمت خونم بیفتد گردنت، گر من بمیرم در غمت خونم بیفتد در واقع خاص مسئله فاطمه زوج قوانش الخير سر حاجة لارسم ولا قصب إذا تبيت دارك وكم يمكن يمكن ندرج بدل تداركم لا قصب دي واخلي گر من بمیرم در غمت خونم بیاد در گردنت، فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای، فردا بمیرم دامنت عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای ماهی عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، چرا یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، ای ماهی عالم سوزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، ای شمع شب فروزی من از من چرا رنجیده ای، چرا یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم، یک شب تو را سلام علیکم. سجاد خوب هستین؟ ساعتون خوب هستین؟ تا اینجا سلام خوب است. ساعتون خوب است. چه حال داری؟ ساعتون خوب است؟ خیلی خیلی زنده باشی. ما نه داخل نمیریم، فقط امی یک دقیقه اگر اینجا باشی دروازه رو پیش کنی که سیاست دیگه. ما یک چیز داریم یک بخیر این وقتا ما و برادر میخوایم که حج بریم دیگه. یک اشتباه شده بود به بین ما و شما، یک سوء تفاهم دیگه. آمدیم از پیش خود یک معذرت بخوایم که
دیگه میشه خیر از بین انسان ها یگان وقت یگان گفتگوی گپا میشه دیگه گپای چیز خود یک ذره اشتباه از ما شد خب اصلا خوردا بودن خب بین ما و شما یک چیز شد دیگه ما آمدیم معذرت بخوایم دیگه ما رو ببخشید خودم آمدم یعنی برادر ما از پیش نظرت میخوایم مقصد انسان دیگه است ان شاء الله بچه‌شون دعا میکنیم مقصد خود دیگه بخششان باشه زنده باشید سلام علیکم جزاک الله خیر زنده باشید خیر بینید تنم موضوع بخشی بود خود کمی آدم خدا کنترل نکنه نه دماغی غضب این لحظه است که شیطان سر آدم غلبه حاصل میکنه و آدم در چیز میپرسه در وقت غضب خودش خب خوب شد حالی بیرام قبول کرد دیگه معذرت ما شما شد دیگه در افغانستان ما تصور غلط یا نادرست دیگری وجود دارد گرچه این تصور تقریبا کم کاهش پیدا کرده تا که یک کسی در استفیدی نرسیده باشه او در حج نمیره فکر میکنه که حج فقط فرض بالای 27 است جوان حج کردن نمیتونه و اکثر اینمی حج پس انداختن حتی در زبان ریشسفیدی ایان به تصور نادرست و یک عقیده غلط دیگه او عقیده غلط دیگه است که اکثری مردم میگه حج به خاطر فعلا نمیکنم که نگاه نمیتونم یعنی ما مرتکب گناه های خیلی عظیم میشم از به خاطر حج خود پسان میکنم که باز در حج برم کل گناه های معاف شود خدایا دل بدل عذر گناه بدتر از گناه این نمود تصور نادرستی است که امروز جامعه ما امی عقیده را داره زمانی به یک شخصی میگی ریش بگذار میگه والا باز این نگاه نمیتونم یک انسانی که از ابتدا نیت و اراده از این داشته باشه که ما دینمی عمری که پیش رو دارم فقط قصد از این کردم اراده از این کردم که ما گناه عظیم انجام میدم از همون خاطر حج نمی کنم به خاطر که